ما کسبه اعتبارمون به دفترمونه، ولی خب پیدا کردن یه حساب تو این همه خط خوردگی مصیبت بود. یه مدت بود میدیدم همکارام تو بازار دیگه از دفتر واسه حساب و کتاب استفاده نمیکنن. منم رفتم سراغ یکیشون تا ببینم جریان چیه، که گفت انگار همشون از یه نرم افزار حسابداری به اسم رقم استفاده میکنن. ولی خب داستان این با اون برنامه‌های پیچیده خیلی فرق میکرد. همونجا سریع نصبش کردم. برای ثبت یه فاکتور اسم مشتری رو زدم، جنسی که خریده بود رو وارد کردم و تمام. تازه خیلی راحت با یه دکمه هم براش پیام یادآوری فرستادم. خوبیش اینه که حتی میشه از این برنامه همزمان توی لپتاپ و گوشی استفاده کرد. من خودم موقع انبارداری از لپتاپ استفاده میکنم، چون به خاطر صفحه بزرگترش خیلی راحت ترم و هرچی اونجا ثبت کنم همون لحظه توی گوشیم هم ثبت میشه. یه روز هم که تو خیابون بودم و داشتم میومدم سمت مغازه، گوشی از دستم افتاد و خورد شد. گفتم ای داد بیداد، حساب کتاب چند ماه پرید. سریع رسیدم مغازه، گوشی جدید رو برداشتم و سیم کارت رو انداختم روش. تا وارد شدم دیدم همه چی سر جاشه. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. تو هم میتونی. همین الان رقم رو نصب کن و 14 روز رایگان ازش استفاده کن.